پارک خرم برنامه داشتم. خبر جزیره عجیبه. من اعتقاد رو دوست دارم. من اعتقادات خودم میدونم چیه. خدا بیامرزه خرم، آقای خرم خیلی جالب. من برگشت گفت جمعه است بیا برنامه. گفتم ببین آقای خرم، من نمیدونم، من ماه رمضان برنامه اجرا نمی کنم، از من نخوابیم. از اون اصرار از من انکار. حقیقتا منی که دوست داشتم برنامه اجرا کنم، درست مصادف شد با چیزی که از بچگی در ذهن من کاشته شده بود که ماه رمضان درست. محرم اون 3 روز و معمولا تعطیل عمومیه. اون داستانه. من به اعتقادات همه احترام میذارم و اگر از درونم گفتم با عشق دارم میگم. من به اعتقادات خودم رو دارم، بهش احترام دارم و هیچ موقع همیشه برنامه گذاران میدونن محرم از اون سراغ داریم. بعد این عجیب بود، مادر بزرگ این حس رو در من کاشته بود که محرم روزه روزه هم هر موقع سعی کردیم روزه بگیریم، روز سوم خوردیم. هیچ موقع نشد که ماه کامل روزه بگیریم. مذهبی الان خشدار شده رو اون روحانیت زندگیمو دوست دارم. اعتقاد به خدای خودم دارم، بسیار با اون در ارتباط هستم. های پاورم رو بسیار دوست دارم. از اون کمک گرفتم، رفتم و تونستم از این جام آمدم از حرم بیرون، زیارت امام رضا رفتم، آمدم نمیدونم چه اتفاقی افتاد. منی که میتونستم برم خمار بشم در خانه بیفتم، مثل یک انرژی گرفتم. 3 ماه بعد منو گرفتن. 3 ماه بعد منو گرفتم. بعد 4 روز بعد این که از این 3 روز استراحت تاریخی که در دوره موسیقیم داشتم اومدم بیرون، بردنم جلوی با ایرج بودیم، ایرج هم از زندان در بردن بیرون. با هم نشوندن تو؟ با هم نشوندن، از ایرج هم گرفتن.